و در آخر باز یک خوشخبر دیگر. پهلوان تاجیک سامان محمدبеков در جام آسیا که در گونگکنگ ادامه دارد مدال طلا به دست آورد. ورزشگران تاجیک در جام آسیا اوید به дзیودو صاحب 2 مدال گردیدند. تاجیکستان را در جام آسیا در گونگکنگ 2 گشتنگیر جوان سامان محمدبеков و خیامالدین جبارов نمایندگی کردند. هر دو در وزن تا 73 کیلو که 27 گشتنگیر شرکت داشت رقابت نمودند. سامان محمدبеков مهارت بلند نشان داده به گرفتن مدال طلا و جام آسیا 2018 سرفراز گردید. خیامالدین جبارов باشد با گرفتن مدال برنجی مشرف شد. شرح بیشتر موضوع در گزارش شارح ورزشی برنامه. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مخصوص اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ورزشگران مملکت پیوسته در مسابقات سطح بین المللی جهانی قطعی و المپی با موفقیت شرکت نموده پرچم تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی بلند می‌بردارند. دستپروری باشگاه ورزشی نوتاسی حاجی شریفی شهر دوشنبه سامان محمدبеков در گونگکنگ هنری فوق‌العاده نشان داده بر همه حریفان ظفر یافته به گرفتن جایزه عالی جام آسیا 2018 و مدال طلا اوید به дзودو بین جوانان شرفیاب گردید که باعث افتخاری هر یک فرد وطندوست مملکت میباشد. ورزشگران تاجیک در جام آسیا اوید به дзودو که دیروز 1 دکبر در گونگکنگ شروع شد در این مسابقه قطعی که روز یکشنبه به پایان رسید 220 ورزشگر 128 مرد و 92 زن از 29 مملکت شرکت داشتند. تاجیکستان را در جام آسیا در گونگکنگ 2 گشتنگیر جوان سامان محمدبekov و خیامالدین جبارов نمایندگی کردند. سامان محمدبekov که بر رقابت از دور دوم شروع کرد بر رقیبش ارچگیتو امو از چین پیروز شده بعداً در چهارک فینال بر کیسی ناکانو از فیلیپین دستبالو گردیده به نیم فینال برآمد. او در دور نیمه نهایی چویجلیسورن گامبولد مغول را مغلوب نموده به فینال راه یافت. سامان محمدبekov در سبقت نهایی دایچی تاناکای ژاپنی را شکست داد و برای جای اول با مدال طلا و جام آسیا سرفراز گشت. خیامالدین جبارов باشد بعد 3 پیروزی بر سپیتان اجیا از اندونزیا، چون سینگ از گونگکنگ و خداباتر ناراخوی از مغولستان به نیم فینال برآمد ولی او در زورآزمایی نیمه نهایی از دایچی تاناکای ژاپنی شکست خورده. خیامالدین در رقابت برای مدال برنجی بر کیسی ناکانو از فیلیپین غالب آمد. هر قدر جوانان ما بیشتر به ورزش مشغول شوند و تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی معرفی نمایند همون اندازه جهانیان به ملت سالم بوده ما باور میکنند. امید داریم که دستپروران باشگاه ورزشی نوتاسی حاجی شریفی شهر دوشنبه با هنری والای خود در آینده نیز پرچم تاجیکستان عزیز را در عرصه جهانی باز هم بلند میبردارند.